شنویدی برادر؟ بله بله بفرما دوام که. خب خواهش منم تریه که همین خصوصا این خودت همین سخنوی من نیتو که شما دا ادریسوات کردگی ای در محمد اقبال شما اشتراک میکنید دیدین برنامه ها را و خصوصا من میخوام که شما یا حسین اشروف ایتینا دعوت کنه در برنامه ایتون بگیم یک کامنتی رو که یک ایتینا پدرش کنه که من باوری دارم که هدف شما هدف ویا هم هدف من هم طرف شما هستم هم طرف بگیم حسین اشروف در برنامه هر یک دیگر باید دعوت شوند که مثال در همین فکر من یک فکر ناراحت منم میگذاره که چی با اینا با ایناش مثال یک جا نمیشوند بگیم پالیتیکی اورینده یک مثال ببره در پول ویا در پول شما بریان گپ زنن بعد همین اگر بشوه همین سخنم ان شاء الله نصیب باشه در حسین اشروف هم میرسونم که ویم مثال مهمانی برنامه شما شوه کرد چه فهمیدی؟ خوب فهمیدم برادر عزیز سلامت باشید. من همیشه آماده هستم در برنامه محمد اقبال صدرالدین که دعوت میکند برآمد میکنم. چندین بار برآمد کردم. اگر برادران 24 حالا هر کدامش که باشه در کدام برنامه باشه دعوت کنن ما حتما شرکت میکنم. حالا اینا به طور رسمی در همین جا اعلان میکنم که بیان برادرها در برنامه ما شرکت کنن. این موضوع مشترکی که داریم و هدف مشترک است و من فکر نمیکنم که یگان اختلاف نظر باشد یگان ضدیت باشد این وجود ندارد. خب دیگر این پیشنهاد این برادر کرد من قبول دارم جانبدار هستم و دیگر به گفت مردم توپ در میدان برادران دیگر هست. حالا اگر ضرورت به دعوت رسمی است من میتونیم دعوت کنیم اگر که همیشه برادرها بیان آشکار به یگان دعوت شرکت کنند باز هست. ما هم انشالله هر وقت که فقط من تا این وقت خودداری میکردم برای اینکه همین خیلی مشورت شده بود که ما دیگر در حالا حداقل فاصله را نگه بداریم. اما اگر برادران گروه 24 مثل من اعلان کنند که هیچ مشکل نیست که من در برنامه های آنها اشتراک کنم دیگر ضرورت به دعوت نیست. من خودم میام در برنامه شون وارد میشم شرکت میکنم بحث میکنیم صحبت میکنیم. من یگان اشکال ندارم برادر. من 100% راضیم. فقط از همین میترسم که وارد شدنی من به برنامه برادر حسین اشروف یا برادران دیگر از گروه 24 مبادا خلل وارد نکنن. اون برادرها به برنامه من هیچ خلل وارد نمیکنن برعکس ما خرسند میشیم و خیلی خوب استقبال میکنیم. اگر برادران به یگان شکل بفهمونن یا به شما یا به هر کسی دیگر یا اصلا بگن که نه هیچ اشکال ندارد دیگر نیاز به دعوت نیست. من با کمال خاکساری و برادری میرم. من دعوت میکنم اکا جون من که حسین اشروف در برنامه شما برویم در برنامه شما ما در برنامه او من طرفدارم هستم اکا من هر دیتا مثال